آن سوی زیر درختان زیتون رو دیدیم با تدوین حمیدگی شریفراد. آقای کیارستمی فیلم زیر درختان زیتون رو در 54 سالگی ساخته بود. بعد از این فیلم باز هم فیلم‌های بسیار دیگری رو ساخت و شهرت و اعتبارش عالمگیرتر شد. آقای کیارستمی متعلق به نسلی از هنرمندان ایران بود که با هنر گرافیک آشنایی خاص داشتن و در این رشته هم خودش تبحر و کارایی زیادی داشت، گرچه کمتر به عنوان گرافیست شناخته شده هست. او به همراه آیدین آقداشلو و محمد احصایی 3 هنرمند برجسته‌ای هستند که همگیشون در یک دهه به دنیا اومدن و با هم دوست بودن و از مرز 70 سالگی با هم گذر کردن. اما گذر از 70 سالگی مفهوم و معناش برای یه هنرمند چی میتونه باشه؟ ابراهیم حقیقی، گرافیست ناماشنا و از مدرسان برجسته هنر گرافیک در ایران، در 70 سالگی این 3 هنرمند به سراغشون رفته و از اونها درباره زندگیشون پرسیده و 70 سالگیشون. آقای حقیقی خودش عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیکه. از سال 50 خورشیدی در سینمای آزاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران فعال بوده تا زمان انقلاب. بعد هم مستندسازی کرده. 30 سالی مدرس گرافیک بوده. طراحی صحنه و تیتراژ فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی هم از جمله کارهایی هست که او کرده و چند کتاب هم از او تا حالا منتشر شده. فیلم در ستایش 70 سالگی رو ببینیم از ابراهیم حقیقی. هرچی بود گذشت. هرچی بود گذشت. خوش گذشت. اگه بخوایم درست حرف بزنم باید بگم که شروع پایانی برای من. میتونه این شروع پایان برخلاف اون چی که به اختیار یا بی اختیار گذشته بر من با اختیارتر باشه، برای اینکه به قول معروف آردار بیختیم و غربیلمون آویختیم دیگه، تقریبا هر جوری که دلم میخواد زندگی میکنیم. خب 70 سالگی یه رقمه و چه فرقی داره با 68 سالگی و 72 سالگی، ولی آغاز یک دوره است یا پایان یک دوره است. به هر حال اگر آدم این بخت رو داشته باشه که اینقدر طولانی عمر کنه، چون که این عمر طولانیه در قیاس با عمر معمول چه در قدیم و حتی چه در جدید. خب حالا شما از من هر سوالی که میخوای بکن یه خود یک کلمه ندیه، برای من یک کلمه جواب میدم. تصور اینه که واقعا سن و سال بعد از 50 سالگی یک تفاوت عمده‌ای داره تا قبل از 50. قبل از 50 هر سال رو من حس میکردم. 50 سالی که دیگه اوجه به نظرم گرفتاری و همه آدم هاست، به خصوص توی مردا. خب سن ترسناکی بود. وقتی فکر کنیم داریم نزدیک میشیم به 50 سالگی فکر کردیم که همه زندگی پشت سره و ما در واقع بهترین دورانمون رو گذروندیم و حالا باید با یک نوع افسردگی دائمی مواجه باشیم با باقی مانده عمری که معلوم نیست چقدر طول میکشه. من کوچ کردم به ده، به روستا، به کوه و خودم رو از
خیلی چیزهایی که هم معنی زندگی اجتماعی داشته هم صورت زندگی اجتماعی داشته محروم کردم و بسیار خالص و بسیار راحت‌تر دارم روزگار میگذرونم. من در حال حاضر اینجوریه وضعم. اگر در این موقعیت قرار بگیری که به سنی برسه که بتونه جمع‌بندی کنه، خیلی فرصت خوبیه، به این خاطر که میتونه نگاه کنه ببینه که چه حاصلی گذاشته و عمرش اصلا آیا به درستی گذشته یا به باطل گذشته. اگر درست فکر کنه، اگر درست جمع‌بندی بکنه، اگر برای خودش امتیازی بیشتر از چیزی که داشته قائل نشه، که سخته، چون که آدم معمولاً درباره خودش با مهربانی داوری میکنه و دیگران با تندی. 40 سالگی رو شاید دلایل دیگه‌ای داره، به عنوان سن پختگی، سن رسیدن و آدم خیال میکنه با این پختگی به چیزهای بیشتری میرسه که طبیعتا نمیرسه. این پختگی برای بعضی ها این مفهوم رو داشته که به جاهایی میرسن، ولی برای ما ادامه همون روزهای قبلیه. آره، یه شعرگونه بود، چی بود میگفتش که آخرین روز سال کهنه اولین روز سال نو همونطور شروع شد که آخرین روز سال کهنه. فکر میکنم که زندگی برای هر کسی مثل یک رودخانه میمونه که جلوش تجلی میکنه. بعضی از این رودها متلاطمه، خروشانه، بعضی ها گلالوده، بعضی از این رودها آرامه، بعضی ها ضمن این که روده بسیار مصفاست. بشر من فکر میکنم که وقتی شروع میشه غوطه‌ور میشه توی این رود خودش و تنوع اینها زندگی اون شخص رو از پیش به نظر من تعیین کرده. من قضا قدری نیستم، ولی به هر حال میفته توی رودخونه‌ای که این خروشانه، اینو غوطه‌ور میفته میره تا اقیانوس و تا ابدیت. رودخونه من یه رودخونه به تشخیص خودم رودخونه مصفای به اصطلاح ملایم، حتی معطری بوده. در نتیجه وقتی من برمیگردم به این 70 سال عمر فکر میکنم، خیلی خوشحالم، اصلا افسوسی و حسرتی ندارم. تقریبا به همه آرزوهام رسیدم. اگر چیزی میخوام برای خودم نمیخوام، برای بچه‌هام میخوام. برای بچه‌هام که میگم هم فرزندان خودم یعنی تکین و تارا رو میگم و هم همه فرزندان دیگرم رو میگم. فرق زیادی از این نظر نداره. من همه خیر رو برای اونها میخوام. حالا اگر حاصل عمر من به درد اونها هم خورده باشه، خب چه بهتر. من که آدم اگر به این مرحله برسه که من رسیدم که فکر کنه خب کاری که میخواسته رو کرده و مردم، تقدیر، خداوند و همت خودش تا حدودی مراقبت کردند ازش و رحمت و ملایمت و عطوفت داشتن، اون وقت میتونه بگه که عمر من به باطل نگذشت. مگه من چی میخواستم؟ مگه من حالا کی بودم؟ چه تافته جدا بافته‌ای بودم؟ امکاناتی در اختیارم قرار گرفت، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. من هم کار کردم، در قبالش متحد بودم، فروتن بودم در قبالش و حاصلش به صورت این لحظه در اومد که بتونم جمع‌بندی کنم و جمع‌بندی رو با رضایت خاطر انجام بدم. 50 سالگی چیزی برای من شبیه غروب بود. یه کمی تلخ بود، اما بعد از اینکه چراغا رو روشن کردیم یه زندگی دیگه ای شروع شد و به نظرم از اونجایی که دیگه منتظر 50 سالگی نیستیم، بعد از 50 سالگی 60 سالگی و 70 سالگی هم هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین ما یک دوره رو پاس کردیم، یعنی اون عدد ترسناک 50 سالگی رو پشت سر گذاشتیم بعد از 50 سالگی. بنابراین 60 سالگی و 70 سالگی و
شاید هم امیدواریم 80 سالگی هم دیگه زیاد وحشتناک نباشه اون چنان که 50 سالگی بود. حالا که نگاه میکنم بعد از 70 سال فکر میکنم که اگه بخوام تعریف نکنم از خودم، واقعا منصفانه نگاه کنم، خیلی باز شرمندگیم نبوده. علتش رو یعنی نتیجه گیریم به خاطر این هستش که من اولا مرتب کار کردم و چون افتادم در جریان کار خیر یعنی معلمی و خب میدونید که معلمی حالا سوای این شعارهای مختلف واقعا یک شغل خیلی جالبیه که آدم در اول سال یه مقدار دانشجو میاد یا محصل میاد، بعد آخر سال اینا رو وقتی کارشون تحویل میگیره میبینه اینا تفاوت کردن. به دلیل این گذشته، به دلیل این نگاه و یه نگاه روانکاوانه یا نگاه به گذشته و حاصلی که داده، گمان نمی کنم زیاد باید شرمنده باشم. خب میتونست خیلی بهترم باشه ولی ما کوششمون رو کردیم، گیر ما این اومد. فکر میکنی که حالا زندگی رو بدون توهم، بدون باور بعضی از چیزها، بدون اینکه باور میکنی که یک دوره‌ای رو پشت سر گذاشتی ولی دوره تازه‌ای که آغاز شده آنچنان بد نیست. و دیگه منظورم بود که منتظر عدد 50 نیستی. بنابراین دیگه زندگی داره آزاد داره پیش میره روز به روز در یک روزمرگی دائم. حالا اون بستگی داره به روحیه شخصی تو، چقدر بلدی از زندگی لذت ببری، چقدر بلدی که خوشحال باشی. اینا دیگه فکر کنم با هر کسی متفاوته. یک بار که من گله می‌کردم از اینکه کم کار کردم و کم حاصل دادم، یکی از شاگردان قدیمیم که بسیار هم هنرمند مشهوریه، هنرمند بنامیه، چیزی نگفت در اون لحظه. بعد یکی دو روز بعدش یک تابلو خیلی بزرگ با خودش آورد که روش هم پوشونده بود. من گفتم این چیه؟ گفت که الان نشونتون میدم. این رو برداشت پارچه رو، بعد من دیدم یک نقاشی خیلی ابتدایی و عجیبیه از یک الاغ که این رو کشیده، نقاشی کرده با رنگ و روغن. بعد من وقتی دید من تعجب کردم، گفت این آوردم شما ببینین که این مال وقتیه که من هنوز شما رو ندیده بودم و اینجوری نقاشی میکردم. اگه من شما رو ندیده بودم هنوز همچنان اینو میکشیدم و تا به جای این حالا اسب میکشیدم. به نظرم اصلا کار ما نیست. کار ما نیست اصلا. اولا ما هنوز که نرسیدیم که حاصل رو جمع بکنیم. یه فکر کنیم حاصل شبیه یک نوع کشت گندمه، ما هنوز به اون مرحله این که درو کنیم نرسیدیم. کار هیچی نمیدونم، برای باید کارنامه خودشو از بیرون نگاه کنه، دیگران باید نگاه کنه. نه، میتونم بگم که اصلا تاثیر نذاشته. حتی یه مقداری هم شاید سرعت کارم بیشتر شده، راندمان کارم بیشتر شده. آره، کسی گفت شمع وقتی میخواد خاموش بشه گر میگیره آخرش. شاید علتش اینه که ما فکر کنیم کمتر فرصت داریم و هر ایده‌ای که داریم میباید اجرا کنیم. حالا ایده ها خیلی ایده های بلند مدتی نیست ولی روزمره. امروز دلم میخواد که از طبیعت عکاسی میکنم. امروز دلم میخواد که یک ایده‌ای دارم میخواد درهای قدیمی رو که داره از بین میره، نه باز به دلیل اینکه داره از بین میره، به من چه مربوطه که از بین میره، خودم میخوام نگاهش کنم، میخوام نگهش دارم. بنابراین کار من میراث فرهنگی نیست، اما میل من به داشتن عکسایی که فکر کنم ماندگار نیست و از بین میره بیشتره، بدون هدفهای دراز مدت، هدفهایی که قائم به یک مسئولیت اجتماعیه. نه، من هیچ مسئولیت اجتماعی ندارم، ولی همونقدر که مقابل در کهنه وای میستم و فکر میکنم که این نخواهد بود و چه زندگی پشت این در بوده، چه آدمایی از این در رفتن اومدن و چه تاریخی داره، چه آدمایی تو این زندگی کردن، خب طبیعتا دارم میخواد ثبتش کنم. این فقط به صرف یک لذت شخصی. حالا مراحل بعدیش هست که دلم میخواد که دیگران رو سهیم کنیم، شریک کنیم در کاری که قبلا
کردیم، ولی میل واقعیش همون میلی است که خیلی خیلی فردیه و شخصیه. در پاسخ به سوالت میگم که آره الان من این فرصت رو بیشتر فکر کردم، بیشتر دارم نسبت به گذشته و رضایت، بله که بیشتر که هر کار دلم بخواد دارم میکنم. یه خاطره خیلی خوبی از عباس کیارستمی دارم. خب سلام علیک داشتیم دورادور یا نزدیکی. اولین بار که فیلمشو در فستیوال جشنواره فیلم شرکت کرد، وقتی از سینما در اومدیم بیرون، آقای کیارستمی اومدن، آقای داشتیان بودن، چند نفر اینا بودن. به آقای کیارستمی گفتم که فیلم شما برنده میشه. اینقدر از این فیلم مسافر بود دیگه، خوشم آمده بود، گفتم این فیلم برنده میشه. یه لبخندی زد و بعد که اعلام کردن از این پیش بینی خیلی خوشم اومد، یعنی خیلی کیف کردم. بعدم دیگه شاهد موفقیت های همینجوری سیلاسایی بودم که برای ایشون پیش می آمد و حقیقتا هم یک آدم نادری هست، گرچه در سینما بزرگان خیلی افتخارآمیزی باید بگم برای ایران داریم، ولی خب ایشون هم یکی از اونها هست و من خیلی دوستش دارم در کار حرفه‌ایش، در کارش، در دیدش، در عواطفش، در این اورژینال بودن کارهاش. محمد احصایی رو من شاید 50 سالی باشه که میشناسمش. یار دیرین منه، بسیار دوستش دارم و احترام میگذارم. از قدیم تکاپوی او و نیرو و همتش رو همیشه تحسین میکردم و از همه مهمتر شاید نمونه مثال زدنی است از تجمع ایمان و اراده. این خیلی مهمه. اون چیزی که درباره یک اثر هنری من همیشه میگم، اشارم به اینه که اثر هنری وقتی اثر هنریه که تصور اجرا همراه بشند، جدا جدا نیستند. در هر کار هر هنرمند بزرگی که خب چیزای خیلی زیادی رو میشه سراغ کرد، ولی من این مؤلفه رو هر بار پیدا کردم، یعنی نداشته استثناء. در نتیجه احصایی نمونه شایسته و قابل توجهی از یک هنرمند واقعی. حقیقتا خیلی مدیون این دو نفر، یعنی مرحوم ممیز و آقای آقداشلو هستم. آقای آقداشلو خیلی تیمارداری من باید بگم کرده در تشویق، در تحلیل کارها، در واقع ساپورت کردن، حمایت کردن از دوستان خیلی 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 سازنده. این دوست برای آدم یه شانسیه وقتی انسان رو به طرف پیش جلو میبره و همراهی میکنه. خب این توفیق و این شانس رو من داشتم. یه شخصیت خیلی به نظر من جالبیه و باید بگم که نادره. دوستی من با کیارستمی یک دوستی 55 ساله است. از دبیرستان با هم دوست بودیم. وقتی میگم دوستی به این معناست که همیشه مراقبت کردیم از هم دیگه و هرچند که این مداوم نبوده همراهی، ولی هر بار که در طول حرکت این چرخه حیات به هم برخورد کردیم و مجاور شدیم، اون وقت لحظه خیلی خوبی بوده. وقتهایی بیشتر، وقتهایی کمتر، وقتهایی فاصله های طولانی افتاد، فاصله های سالیان، ولی خب خیلی جالبه. هر بار که هم دیگه دیدیم انگار که یک هفته پیش هم دیگه دیده بودیم. احترام ما احترام متقابلی بوده در طول این زمان.
هیچ وقت جز با نیکی از هم یاد نکردیم. این وظیفه من بوده و احتمالاً لطف اون. گمان میکنم در طول این سالها کمتر کسی توانسته باشه در عین حالی که دوستی خودش رو سامان بده، کار دوستش رو هم خیلی دقیق و خیلی از نزدیک همراهی کنه و بررسی بکنه. من به زعم خودم این کارو کردم در مورد کیارستمی. در مورد او هم مقاله‌های متعددی نوشتم. شاید بیشتر از 15 مقاله دربارش نوشتم و چند جلسه سخنرانی کردم دربارش. و در همه اینها سعی کردم این رو روشن کنم که چرا کاری که او کرده و حاصلی که گذاشته برای ما مقتنمه، برای ما مهمه و چرا ما باید از صافی‌های مختلفی بگذریم، از مانع‌های مختلفی بگذریم تا اگر بتونیم به درونه و باطن او و کارهاش نزدیک بشیم. هوش فوق‌العاده‌ای داره و شم بسیار قوی. ترکیب این دوتا حاصل عالی باقی میگذاره و این ترکیب تنها ترکیب نیست. به این شم و هوش کار مداوم، کنجکاوی زیاد، صبر و بصیرت رو هم باید علاوه کرد. یک بار در یک مقاله دربارش نوشتم که وقتی در مدرسه بودیم و بچه‌های شروری بودیم هممون، عباس خیلی آرام بود و بیشتر تماشا میکرد و این آرامشش و این مکاشفش خیلی آسون نبود در اون سالها، در اون سالهای شرارت و شیطانی و شلوغی. بعدها من فهمیدم که هر چیزی رو که نگاه میکرد به حافظش میسپرد و در جای اون رو قرار میداد و بعدها در یک فاصله 10 سال 20 سال بعدش از اون سود میبرد و اون رو تبدیل به یک اثر هنری میکرد یا در یک اثر هنری اون رو جا میداد. در یکی از فیلمهاش فکر میکنم خانه دوست کجاست، یک صحنه هست که خیلی تکان دهنده است. یک بچه‌ایه که زانو زده و خم شده روی زمین داره مشق می‌نویسه و مادرش داره لباسایی که روی بند رخته جدا میکنه و باد میاد و این بچه در معرض این باد همچنان داره کار میکنه. فکر کردم این صحنه شاید حالا یک نمود خارجی خیلی زیبایی داشته باشه، ولی من میفهمم که ما هممون اینطوری بودیم. این زندگی همه ما رو داره بازگو میکنه که فقیر بودیم، که میز کار نداشتیم، روی زمین مشق می نوشتیم، سخت بود همه چیز در اطرافمون و باد می اومد و همه داشت و آرامش لحظه رو به هم میزد. اجازه بده که من میترسم بعد از محمد احصایی برسیم به آیدین آغداشلو. حالا اگر تو به ترتیب حروف الفبا استفاده نکردی، نگفتی، خب لابد یه تمهیدی بوده دیگه. آره، گفت بگو الف، گفت نمیگم الف. گفت چرا؟ گفت اگه بگم الف تو میگی بگو ب. برای همینم من اجازه بده که من راجع به احصایی نازنین و آیدین نازنین چیزی نگم، این کار من نیست، میترسم از پسش برنیام. آیدین قدیمی ترین دوست منه که میشناسمش. آیدین رو بنابراین من نمیتونم خود آیدین رو از کارش جدا کنم. یعنی میدونم که آیدین همیشه همه ما رو زیر ذره بین خودش داشته، ولی من معدود آدمایی رو زیر ذره بین خودم داشتم. اگر از اون معدود آدما یکیش آیدینه به 2-3 دلیل. دلیل قدمت رابطمون و به دلیل جذابیت‌های آشکار و پنهانی آیدین و به دلیل این همه توانایی‌های گوناگونی که درش هست. بنابراین این رو خیلی کلی میگم با یک اظهار قدردانی و خوشحالی از اینکه آیدین هست و همیشه هم بهش میگم که آیدین بمون
تا اون وظیفه اصلیت رو هم نسبت به دوستان خودت که یکیشم من هستم به موقع انجام بدی، چون هیچکی به اندازه آیدین نمیتونه بره اون بالا و چند خطی رو بدون اینکه اشک به چشم کسی بیاره در مورد آدم بگه و درست بگه. اینم همونه دیگه. آخه تموم شدی؟ در ستایش 70 سالگی رو دیدیم، مستندی از ابراهیم حقیقی. بالاتر رفتن سن از نگاه سه دوست و همکار هنرمند برجسته ایرانی. فصل عباس کیارستمی از نگاه دیگران با همین فیلم به پایان میرسه و مجالی برای صحبت بیشتر در مورد این فیلم و فیلم دیگه نیست. از همون راههای همیشه با ما در ارتباط باشید و برامون نگاه و نظر خودتون رو بفرستید از طریق همین آدرسایی که داره زیرنویس میشه. تا هفته آینده و فرصت دیگه، بدرود و پاینده.